چطورین؟ امیدوارم حالتون عالی باشه. خوش اومدید به یه ویدیو دیگه تو چنل ما. بچه‌ها امشب قراره که کارهای سمی انجام بدیم. الان ساعت 3 شبه و ما همزمان داریم این کار رو انجام میدیم. میخوایم احضار رو کنیم. ما که کلی نور داخل خونه هست ولی باید در جای تاریک باشه. پس برو دو تا لامپ رو خاموش کن. اون لامپ تا باشه، ممکنه یکم بترس، اون هم تا باشه. فقط اون دو تا اتاق رو خاموش کنیم. این نورش هم کم کردم این دیگه. کلا اینجا الان کل خونه تاریکه. ولی بچه‌ها این ملیسا جون 2 دقیقه چی نگو. همه دستاتو اینطوری کنین. چارلی آیا تو اینجایی؟ 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 بچه همه ساکت؟ حالا خودم تنها میگم. چارلی آیا تو اینجایی؟ اگر اینجا هستی یک نشانه به ما بده. نشونه نداریم. همه دستتون بندازین. چیه؟ یه لحظه ببرد خود 2 دقیقه حرف بزنیم. دست بنداز. چارلی تو اینجایی؟ همین. چارلی تو اینجایی؟ 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 بچه‌ها این واقعا تکون خورد. نه تکون نخورد. تو سمیه میزی تو که کردم تکون خورد. تو اینجایی؟ چارلی آیا تو اینجایی؟ بچه‌ها ببینید چارلی آیا تو اینجایی؟ 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 توی اون شیشه اینجا نور میده ولی اینجا که نگاه میکنیم نور نمیده. اینجا نور میده. خب نور مثل نور دو رنگی. نه ما نمیبینیم. بچه ما نمیبینیم ولی داخل شیشه نشون میده. بچه از اول شروع میکنیم. این آیسه مثلا هیچی. اینو برو پاره کن بذار بیرون. بذار اینجا آبایی بذار. هنوز آیتم شروع نشد. میترسه. آیتم دوم حرف بزن. آیتم دوم ازم اینطوری باش. بچه اینطوری بایستین. آیتم دوم بچه از این قراره که یک نفر از ما میره جلوی آینه وای میسه و اینطوری. من نمیخوام برم. ما هم نمیرم. تو هم نرو. بچه چون 4 نفریم باید 2 نفره بریم. چون تو آینه باید دور بزنیم. ساعت 3 شب کی میره تو آینه دور بزنه؟ من برو بیا. یه به غیر از ما دیگه هیچ کس نمیره. بچه من برو بیا. رابیا جون جلو شم وایسا. من و رابیا فقط با داخل صحنه ویدیو باشیم. یکی تو این ور یکی تو این ور بشینه سری باشیم. طوری؟ نه شما هر جور که دوست داری. خب ازم دستات اینطوری کن و اینجوری بغلش بکن. شاید یکی بیاد برو بخوره. یا حاضر تباس. اینجا چه؟ داشت دید ازش در میمد. تکه اینه. نه
تو باش با هم دیگه هستین. خب هر ستایی بریم از من و ایشون اینا رو برمیداریم تمیز کنیم. این دفعه بچه این دوتا جنسه هستن، هیچ وقت از این دوتا شما نخرید. بچه ما از هر شمی که استفاده کنیم ممکنه ما رو بیاد از پشت سرمون یه بچه ها خیلی ممنون که تا آخر ویدیو هم ما بودیم. لایک کامنت سابسکرایب فراموش نشه. اگه دوست داریم بازم از این سر رو بگیریم حتما تو کامنت ها بهمون بگین. تا 4 صبح من داره کلام داره میپکه از خواب. بای بای.